سلام از طرف سرآشپزمری. ببین چه کرده. صدا رو فقط. وایستا. چی شد دلت خواست؟ پس بریم با هم درستش کنیم. اول یک کاسه برمیداری، توش 2 لیوان آرد میریزی، حالا یکم پاپریکا. نداشتی فلفل قرمز بریز، اشکال نداره. یکم فلفل سیاه، یکم نمک، یکم بیشتر نمک. خب یه ذره زردچوبه که عطر بگیره. به مخلوط ما آماده است. خوب هم میزنی تا مواد به خورد هم برن. نکته اصلی اینجاست. یه دونه سفیده تخم مرغ. بر نداری با زرده بزنی بوی زوم بگیره ها. به مواد خشکت اضافه میکنی. کم کم مواد رو هم میزنی. چی شد؟ باز گند زدم. اشکال نداره، پیش میاد. یه دونه دلستر یا آب گازدار برمیداری، 2 لیوانش رو به مواد اضافه میکنی. مواظب باش مثل من خرابکاری نکنی بپاشه بیرون ها. اگه از آب گازدار استفاده کنی بهتره. خب پیشنهاد سرآشپز دیگه. مواد رو هم میزنی تا به این غلظت برسن. هر چند تا فیله مرغ دوست داشتی بردار. نواری برششون بزن. من از 6 تا فیله استفاده کردم واسه 2 نفر. به نسبت تعداد فیله ها رو کم و زیاد کن. خب فیله هامون آماده است. بازم زردچوبه، نمک و فلفل سیاه. یه ذره هم پاپریکا. فیله ها رو خوب ورز میدیم. نگران نباش، دستام تمیزه. حالا توی ظرف نچسب و گود روغن میریزی جوری که مواد غوطه ور بشن. فیله ها رو آغشته میکنی به مایه. حواست باشه همه جاش مایه بگیره. و بعد تو روغن داغ سرخ میکنی. به چه جلز ولزی میکنه. خیلی زود سرخ میشه و مغز پخت میشه. همینطور ادامه میدی. برمیداری میندازی تو مایه و بعدش روغن داغ تا وقتی همه جاش یک نواخت طلایی و تیره بشه. اینجوری. بعدش میذاری روی دستمال آشپزخونه تمیز تا روغن اضافیش جذب بشه. به نگاه رخ کارو. حتی میتونی اسلایس سیب زمینی هم به مواد بزنی و خوب سرخش کنی کنارش. یا حتی پیاز حلقه‌ای که خوشمزه ترین بخش کاره، واقعا خیلی خوشمزه میشه. حتما پیاز حلقه‌ای رو درست کن. و تمام، اقتصادی ترین و آسون ترین بشقاب جوجه چینی ما آماده است. حتما درست کن. با دورچین هرچی عشقتونه تزیین کنید و نوش